فرهاد، در نشست نمایندگان احزاب و مقامات انتخاباتی کدام موضوعها بررسی شدند؟ بله طاهر، امروز 11 دکبر کمیسیون مرکزی انتخابات و رایگیری در همدستی با سازمان امنیت و همکاری اروپا میزگرد را با شرکت نمایندگان دستگاه پرزیدنت و 8 حزب سیاسی تاجیکستان به خاطر بررسی مسئله های آمادگی به انتخابات پارلمانی 1 مارس سال 2015 برگزار نمودند. مسئولین کمیسیون مرکزی انتخابات ترتیب شرکت احزاب در انتخابات، محدودیت‌های خرج مبلغ هنگام سبقت انتخاباتی، پیشنهاد ناظران ملی، معرفی برنامه‌های انتخاباتی و دیگر مسائل را به احزاب سیاسی تاجیکستان شرح دادند. آیا تغییرات در استفاده مبلغ‌ها هنگام معرکه انتخاباتی برای احزاب به وجود آمده است؟ در قانون انتخابات مجلس عالی تاجیکستان که این مسئله را تنظیم می‌کند اصلا تغییرات به وجود نآمده است، اما در قیاس با انتخابات پارلمانی سال 2010 در حجم این مبلغ تغییرات به وجود آمده است، زیرا آن زمان یک نشان دهنده حد اقل معاش 35 سومانی بود. از 1 سپتامبر سال 2013 هم یک نشان دهنده 40 سومانی مقرر شده است. به همین منوال در انتخابات پارلمانی سال آینده یک حزب حقوق دارد که 30,000 نشان دهنده یا 1,200,000 سومانی و یک نامزد 1,500,000 نشان دهنده یا 60,000 سومانی خرج کند. از این زیاد اجازه داده نمی شود. ولی حزب‌های سیاسی چی گفتند؟ چگونه به انتخابات آمادگی می‌گیرند و از وضع کنونی قناعتمند هستند؟ بله طاهر، از 8 حزب سیاسی 2 حزب سوسیال دموکرات و حزب نهضت اسلامی اظهار داشتند که تحت فشار مقامات قرار دارند. مثلا خود صبح امروز شاکر جان حکیموف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات، طور خودش میگوید از جانب 4 ملکی پوش مقامات قدرتی نگاه داشته شده است و از او خواستند که برای معین کردن شخصیتش با آنها رود و این روند 3 ساعت وقت را میگرفته است. یا محمد علی حیات، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، از یاور حقوقی پرزیدنت تاجیکستان جمعه‌خان دولتزاده خواهش کرد که لااقل در دوام معرکه‌های انتخاباتی نشریه‌های حکومتی تاجیکستان از نشر مطالب توهین‌آمیز به قول او علیه رهبریت حزبش دست کشند. اخیری هم در این نکته را شرح داده چنین پاسخ داد که دستگاه پرزیدنت تاجیکستان نمیتواند به مؤسسه‌های مستقل دولتی فشار آورد. خب بقیه احزاب سیاسی از وضع کنونی خویش شکایت عمده ندارند و این اشاره ها از سوی رئیس حزب کمونیست تاجیکستان شادش عبدالله بود که احتمال دخالت خارجی ها به انتخابات پارلمانی سال 2015 وجود دارد و به خاطر امنیت کشور همه باید هوشیاری سیاسی را از دست ندهند. تشکر. همکارم فرهاد میلاد از شهر دوشنبه صحبت میکرد.